خب ظفر خوش آمدید به استودیوی دوشنبه رادیو آزادی و سوال نخستین من هم این است که توجه ما میدونیم شما علاقه در سن 28 موفق شدید که همچون نامزد علم در طب نامزدیتون حمایت کردید و میتونید بگید که مثلا در کدام رشته شما حمایت کردید و اصلا تحصیلتون چگونه بود در دانشگاه طبی تاجیکستان؟ تشکر زیاد. بله، من در سن 28 سالگی سزاوار نامزد علمی طب شدم. کاری علمی خود را پس از ختم دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلیم سینا 2006 با دیپلم اعلی به صفی اسپیرانت های پیشقدم دانشگاه قبول کرده و تحت راهبری پروفسور قربانوف عبیدالله عبداللهویچ کار خود را ثبت کرده. موضوع علمی من در یعنی دیفکت های یعنی آسیب های سفره گوش بود و کار علمی هم را دوام 4 سال دوام کرد و پس از 4 سال رساله علمی یعنی دیسرتاسیون خود را نوشته صاحب نامزد علمی طب شدم. سال 2008 از سازمان غیر دولتی دیاده سزاوار استیپندیا شدم و یکم بار سازمان آلمانی هستم و دوام 1 سال در یکی از شعبه های بهترین و نزد یک پروفسور بهترین کلاوس اکسنر در شهر فرانکفورت ساحل دریای ماین اونجا 1 سال تکمیل اختصاص و جمع آوری متریال ها برای کار علمی هم اونجا 1 سال بودم و چی ضرورتی که برای کار علمی هم بود اونجا جمع کردم و 2009 برگشتم تا 2010 رساله‌ام رو انجام داده. بعد از انجامش آخر 2010 سزاوار نامزد علمی طب شدم. وقتی که پس از سزاوار شدن تقریبا 6 ماه در تاجیکستان نزد استاد قربانوف عبیدالله عبداللهویچ تجربه های زیاد، جراحت های زیاد را آموخته، زبان آلمانی هم را با خوبتر کرده. بعد اولی 2011 تکلیف از یکی از کلینیکاهای شهر لیودنشتاین آلمان تکلیف برای تجربه آموزی بود. وقتی که من اونجا رفتم تقریبا 3 ماه با تجربه آموختم و وقتی که هنگام کار هنگام شناسایی خودی آنها به من کار پیشنهاد کردن، شرطنامه پیشنهاد کردن که اگر که من مثال میخواستم اونجا میسودم و کار بسر میدم. من شرطنامه 3 ساله پیشنهاد کردن، شرطنامه رو دست ماندم و کار سر شد. کار شما از چی عبارت است؟ کار من در رشته جراحی پنجه، ارتوپدی و تروماتولوژی اونجا کار میکنم. الان دوام 5 سال شد، 5 سال شد که من اونجا هستم. عین حال در یکی از کلینیک‌های مشهور آلمان، کلینیک رولند کلینیک شهر برمن، اونجا شرطنامه نو گرفتم و اونجا کار میکنم. شما یعنی از قبل هنگام تحصیل با خودتون نقشه داشتید که بعدا شما مثلا کارتون در آلمان ادامه میدید و زمینه میگذاشتید برای خود یا یک بار برایتون همین چیز جالب شد و امکانات شد شما رفتید و بعدا میتونید بگید که در همون جایی که شما فعالیت میکنید در اون کشور نفرانی که از شوروی گیم یا از تاجیکستان گیم زیاد هستن یا نه از سوی جوانان؟ بله، وقتی که هنگام تحصیل در دانشگاه دولتی طبی با شناسایی تکنولوژی های نو ما میدونیم که آلمان، جمهوری فدراتیو آلمان، یکی طبی جمهوری فدراتیو آلمان یکی از طب های پیشتر و پیشقدم معاصر دنیا می باشد و من شخصا در رشته جراحی ریکانستروکتیو پلاستیکی پنجه دست مقصد گذاشتم که همین رشته رو قبول کرده و دانش می آموزم و متخصص رشته می شوم و مقصد من هنگام دانشجویی بود که من به آلمان رفته اونجا کار فعالیت نکنم. وقتهای خالگی روزهای شنبه یک شنبه و پس از درس ها زبان آلمانی می آموختم. زبان آلمانی رو هم در دانشگاه و هم علاوگی کورس های نمسی رفته اشتراک کرده زبان آلمانی می آموختم.
سوال دیگرتون که نفرانی که مثل من ختم کننده های دانشگاه دولت طبی آنجا بله هستن، زیاد هستن. ما تقریبا 35 ساله جوانان زیاده از 20 نفر فقط هم کورسی که ما بود به یکدیگر کمک کرده اونجا رفتیم زیادن. اگر در مثلا مسئله دیپلم بگیریم سر و صداها هم زیاد است و مثلا زیاد در این باره هم میگفتند که دیپلم هایی که در تاجیکستان میگیرند ختم کننده های ما در دیگر کشورها مثلا قبول نمیشوند. آیا در اونجا چگونه قبول کردن دیپلم های شما؟ مثلا از سنجش گذشتید شما، امتحان سپردید یا مثلا یگان ایلوگی درس خواندید؟ شخصا در مثال خودم دیپلم و تحصیل مثال 8 ساله من داشتم. تحصیل 8 ساله من رو با هر نه فقط بها بلکه ساعت، فن، تجربه همه آن رو کمیسه تشکیل کرده شد که از 3 پروفسور که من اون پروفسور رو نمیدونم، انانیم پروفسور، 3 پروفسور دوام 3 ماه تحصیل دانشگاه دولتی طبی رو ساعت و امتحان و همه این را با دانشگاه دولتی طبی شهر آخن، یکی از دانشگاه های پیشترین آلمان می باشد، مقایسه کردن. پس از مقایسه کردن اگر که دیپلم ما قبول نمیشد ما باید 1 سال علاوگی با امتحان باید حتما این را میگذاشتیم. از بلکه ساعت هایی که در دانشگاه دولتی طبی ما ساعت های ما زیاد برآمد، یک دیگه زیاد فن های ما هم زیاد برآمد و بها کار علمی به نظر داشت این من شخصا و دیگران به امتحان و به گذاشتن کورس علاوگی اعتراف قبول شد و سرتیفیکات دیپلم آلمانی رو گرفتیم، سزاوار شدیم. یعنی مشکلات نبود در این زمینه؟ مشکلات نبود. مشکلات فقط درباره زبان بود. برای حجت مشکلات نبود. یعنی زبان به وقتی کار برای شما مشکل بود؟ اول رفتن مثال محیط تاجیکستان درس علاوه میگرفتم ولی اگر داخل محیط میشه مثال مشکلی پیدا می شود. پس 4 ماه من با زبان آلمانی در آلمان آموختم و بعد دوامی کار دیگر مشکلی هم نبود. اونجا چه است؟ شما اونجا تحصیل روسی میکردید، اونجا آلمانی رفتید، اونجا در کلمه ها برای شما اصطلاح های طبی مشکل بود یا در معاشرت با خود بیماران چی؟ در ترمین های طبی مشکلات زیاد نبود بلکه زیاد ترمین های طبی از زبان لاتینی آمده است و روسی، آلمانی، تاجیکی قریب که اطلاعات طبی مانند است. خب برخورد خود بیماران اونجا چگونه بود؟ به شما به هر صورت مثلا خارجی هستید، از شوروی هستید، اعتمادشان چگونه است به دانش شما مثلا یا که نوبت برای مثلا جراحی شدن شما هست یا نیست؟ بله پیش از رفتن این خواطری بود که مثال در جای نو، فرهنگ نو، زبان نو، مثال طبیب از دیگر مملکت یگان مشکلی میشده باشد ولی که ما کار سر کردیم تماما نه از طرف همکاران و نه از طرف هم مریضان یگان نافهمی و یگان سخنانی بد و که ما از خارجیم این خیلی حتمی آن چیز بود که ما دانش کامل داشتیم و زبان خوب میدانستیم. برای مریضان در آلمان فرق ندارد که طبیبش نیمیس است، طبیبش انگلیس است، طبیبش تاجیک یا روس است، فرق ندارد. در تاجیکستان با ختم کننده های مثلا اونایی که بعد از سالهای 90 دانشگاه ها ختم کردن به ویژه طبیبان جوان چندان اعتماد ندارند و حتی بیماران وقتی بیمارستان میرن بیشتر کوشش میکنن اون پزشکی را پیدا کنن که شاید در دوران شوروی تحصیل کرده است و مثلا بزرگسال‌تر باشد چون میگن تجربه او بیشتر است و دانش او بهتر است، برای او باور میکنن. سبب چی هست فکر میکنید؟ بله در زمان شوروی علمی طب یک جای بالا داشت، پیشرفت دنیا بود و
زمانی حاضره مثال تحصیل که در دانشگاه هست و ما جوانانی که پس از شوروی تحصیل کردیم برتری ما در آن است که ما هم از تیبی شوروی مثال آموختیم و یاد گرفتیم و از تیبی غرب آموختیم. یکی از این مثال ها من خودم و دوستانی من که 20 نفر گفتن همکورسان من و همگی 50-60 نفر در آلمان کار میکنند و دیپلم های آنها قبول شده اونجا. پس سبب چی هست مثلا که همین یک عدم از سبب همین بی‌اعتمادی مردم به کادرهای جوانی تیپ چی هست؟ از کجا منشأ میگیرد فکر میکنید؟ سبب در آن است که زیادی آنها شناس به تحصیل دانشگاه نیستند. فکر میکنن که پس از مثال سالهای 90 بعد از جنگ ها همش خراب شده. فکر اونها همینه که زیاد معلم‌ها از تاجیکستان رفته. معلمایی که حاضر در دانشگاه هستن آنها هم بعضی سویتی دارن و بعضی غربی دارن. زیادی آنها رفته در غرب و شرق علم آموخته دوباره برگشتن تحصیل میتن. تشکر زیاد مظفر عزیز برای صحبتتان و امیدواریم که شما در همون بخشی که در همون رشته‌ای که شما انتخاب کردید موفق میشوید از این بیشتر هم و باعث افتخار ما تاجیکان هم میگردید و چون که میگید بازم به وطن باور میگردید و به خلق خود خدمت خواهید کرد. تشکر زیاد برای تکلیفتان. موفق باشه.